سلام بچه‌ها، چطورین؟ بریم برای آموزش دسر زعفرونی با فاطیما فود. مواد اولیه خیلی ساده است و من تو کپشن براتون می‌نویسم. پودر ژلاتین رو با آب سرد مخلوط می‌کنیم و روی حرارت غیر مستقیم می‌ذاریم تا کاملا شفاف بشه. شیر، شکر و زعفرون رو توی یک ظرفی با هم مخلوط می‌کنیم. زعفرون رو تا حدی اضافه می‌کنیم که به رنگ دلخواه برسه. قابلمه رو روی حرارت ملایم می‌ذاریم و مواد رو بهش اضافه می‌کنیم. حالا وانیل و 2 قاشق گلاب بهش اضافه می‌کنیم. خب حالا نوبت اضافه کردن ژلاتین حل شده است. مخلوطش می‌کنیم و از رو حرارت برش می‌داریم. خب الان باید چیکار کنیم؟ الان باید خامه رو بزنیم داخل یه ظرفی تا باز بشه. چند قاشق از دسر رو داخل خامه می‌ریزیم تا هم با دسر هم دما بشه، هم کمی رقیق‌تر بشه. همه این مواد رو با هم مخلوط می‌کنیم تا یه دست بشن. قالب رو چرب می‌کنیم، مواد رو داخلش می‌ریزیم و می‌ذاریم چند ساعت توی یخچال تا کاملا سفت بشه. بعد از چند ساعت از یخچال درش میاریم و تو ظرف مورد نظرتون برش می‌گردونید. من با پودر پسته و گل محمدی تزیینش کردم. نوش جونتون.